جایزه‌دار نقره‌ای مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی تیم خوجند شهری خوجند آمادگی را به بازی‌های پلی آف جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در ورزشگاه اسپارتاک مرکز ولایت سوخت ادامه می‌دهد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی باشگاه فوتبال خوجند، دسته با یک چند بازیگری که مهلت قراردادشان خاتمه یافته است خیر و خوش نمود. دروازه‌بان رستم رضایف، نیم حمایتگر شاهرخ رجب معطف و حمله‌گر دورانجان توختسونوف از جمله آنهایند. به دسته یک چند بازیگری نو از قبیل حمایتگر فردوس شقالف از باشگاه CSKA پامیر دوشنبه، نیم حمایتگر فیروز قرایف از تیم ریگر تدزی شهری ترسونزاده، نیم حمایتگر کرامت الله سعیدов از دسته برقچی حصار و حمله‌گر امیرجان رحیمов از تیم اسخط خوجند دعوت شدند که در همین حال در جمع آمد تعلیمی و تمرینی باشگاه شرکت دارند. بازی اولی خوجند در پلی آف جام AFC با غالب جفت داردای قرقیزستان اهل ترکمنستان روز 13 فوریه یا در شهر بیشکک و یا در شهر بالکان آباد برپا می گردد. بازی جوابی روز 20 فوریه در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند برگزار می شود. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تمام کوشش و غیرتشان را برای راه یافتن به مرحله گروهی جام AFC سفربر می کنند. وی افزود: بسیارتر از کارهای تاکتیکی و چیزی که ما از طلب میکنیم از اون بازیگرا ما حرکت میکنیم که بازیگرا همون رو اجرا کنن و تیاری به فکر من خوب رفته ایستاده است و ما باوری داریم از بازیگرای خودمون که بازی خوب نشان میدن. باید گفت که در موردی به مرحله گروهی جام AFC راه یافتن، خوجند در گروه دی با دسته‌های قهرمانی کشورهای خود استقلال تاجیکستان، التین اسیر ترکمنستان و آلای قرقیزستان بازی می کند. یادآور می شوم دسته خوجند سال گذشته برای جای دوم در مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان با مدال‌های نقره سرفراز شده است.